همونطور که دیدید من ویدیو قبلی مسخره بازی در آوردم و تا این ویدیو تموم شد و امیرعلی ضربه آخرشو میخواد بزنه به کارن کاشته. بزن نوب سگ و بله تموم شد امیرعلی. حالا ضربه‌های کارن منگول تر از امیرعلی رو شروع می‌کنیم. به به کارن دکلان رایس و ضربه اولش به بیرون رفت. بچه‌ها لطفاً قبلش رو لایک کنید حتما لایک کنید. تو گوه نخور. من تو رو میخورم. بی ادب. کارن فاز مسی گرفته با لباس رونالدو و بله همونطور که دیدید وی آر رو میخوایم بریم چک کنیم و بله بچه ها ما وی آر رو چک کردیم و فهمیدیم که ضربه کارن گل نشده و دقیقا به تیرک خورده و اگه تیرک میخورد برنگشت واسه همین کارن 2 ضربه و هیچ گل داره میبازه. کارن ریدی بزن باریکلا. اگه این ضربه رو خراب کنه من بردم. آیا امیرعلی فوتبالیست بهتریه یا شانسی قرار اتفاق بیفته؟ ما خودمون این ویدیو رو میبینیم و میبینیم که شانسی بوده یا نه. شانسی باشه یک چالش دیگه هم میسازیم. بزن کارن و داره خوشحالی میکنه و داره ناگهان خوشحاله خیلی خوشحاله. گفت شانسی بردی گفت. بچه ها همونطور که دیدید امیرعلی برنده این چالش کامل 4 روزه ما شد و داخل 4 روز 4 تا چالش و اما به خاطر اینکه 4 تا چالش چهارم مساوی شدن با هم دیگه یک چالش دیگه هم ساختیم تا ببینیم برنده اصلی کدومه و امیرعلی برنده شده همینی که میبینید اینجا. خب و ما این ویدیو رو میبینیم. اگه خیلی شانسی امیرعلی برده بود یه چالش دیگه میسازیم که واقعا فهمیم کدوم بهتره وگرنه امیرعلی بهتره. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. حتما اگه ویدیو اول، دوم، سوم، چهارم رو ندیدید بریم ببینید. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.